نسل کولابی، نسل شنگری، نسل جوگی، اگر این سندا را که من برای تو اکنون قرار است افشا کنم، اگر فقط از زبان من میشنیدی، نه تنها تو بلکه هیچ کس باور نمیکرد. اما من از زبان خودش برایت آوردم، با زبان خودش بیان میکنه کثافت کاریایشونه. هموطنان عزیزم لطفاً تا پایان بحث با من باشید. این سند و این هم شما، قضاوت هم با شما. لطفاً بنویسید نظریاتتون را. بفرمایید. یک دوسیه بسیار جالب دیگه بازداشت یک شهروند پاکستانی در کابل بود که ظاهرا میلیون ها مورد ضبط مکالمه صورت گرفته بود از طرف زیادم مکالمات تلفنی داخل افغانستان. این آدم چطور رها شد؟ چطور مجازات نشد؟ یکی از کارمندای پاکستانی شرکت مخابراتی اریبا را همکار ما گرفتار کردن، با هزارها مکالمه را ثبت کرده بودن و اونا را انتقال میدادن به اسلام آباد. ما این دوسیه شد به محکمه راجع شد و بعد از چند ماه در حالی که باید بشنیدترین مجازات نایل می آمد و مجازات می شد، متاسفانه رها شده بود. یکی دیگه از رؤسای وزارت خارجه که اسمش من ندارم باید بگیریم یا او رو ما گرفتار کردیم. یکی از سیاسیون مطرح افغانستان بسیار زیاد فشار انداخت که اینا پدرش نماینده ما بود با ایسای و این شما رها کنین و او هم مستند گرفتار شد. کی بودی سیاستمدار برجسته کی بود؟ دقت کنید. خب یک کسی به نام شجن که اسم اولش ما فراموش کردیم، رئیس دسک امیری جان افغانستان در وزارت خارجه بود. این پدرش با نماینده دوست ما که من بهش احترام دارم اما خوب است بعضی مسائل گفته شود، احمد ضیا مسعود، اونا برای ما زنگ زدن و تماس گرفتن که پدر از این نماینده ما بود. باز ما جریان برش گفتم که وقتی که پدر از اینا نماینده شما بود، اون وقت این آیسای جذب کرده و بسیار از مدت زیاد با آیسای کار میکنه و در سفرهای دیپلمات‌های افغانستان به بیرون اینا سفر دارن، در از اینا وظیفه داده میشه و بعضی وسایل تکنیکی داده شده. خلاصه ما اقدامات خود کردیم، قضیه راجع شد به محکمه. بعد از یک سال خبر شدیم که اونا پس مراجعه کردن به وزارت داخله. در وقت زرار وزیر صاحب داخله بودن. دقیق یاد من است که من تماس گرفتم یا اونا تماس گرفتن. من بازم جریان برش گفتم حداقل همین جفاست در حق کارمندای امنیتی ملی و اونا هم از محکمه رها شده بود. اما قسم زیاد جایداد نداریم. یک خانه دیگه هم داره. یک خانه دیگه دارم. کورم قدیم که آمده بودم، دفعه اول که آمده بودم در کابل از پاکستان، در او وقت خریده بودیم. 93, 94, 95 मैं सिर्फ अहमद शाह मसूद का मेहमान होता था काबुल में, क्योंकि काबुल में उनका कब्जा था। तो मैं उसके मेहमान खाने में रहता था और मेरा बड़ा ऐसा एहतराम करता था। ये तमाम मफरूज़े हैं। अगर उसको मुझसे गिला होता तो मेरी ये कैफियत क्यों होती कि रिटायर्ड पोजीशन में जाके मैंने 93, 90 agenda for Afghanistan. برنامه و پروگرام پاکستان در قسمت افغانستان چی بود؟ ما از ملت پاکستان که در طول دوران جهاد مردم ما را و جهاد ما را کمک و همکاری کردن، یک عالم سپاسگزار هستیم. شما هیچ چیز ندارین آقا جان، مجبور ما نسازین. در نتیجه لوی جرگه اضطراری نامش امریکایا ماندن قهرمان. دلت یخ شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر یک معامله ننگینه که برادر فهیم، برادر قانونی، برادر عبدالله دبن کده بود و دن مجاهدین بسته شود، دن مقاومت. قص زن مسعود، قص زن مسعود، قص 5 تا دختر مسعود. مرا چی؟ من مدیر مسعود ستیزیم خودم هستم. تا زندستم خو بچم در کاسه سر آبتان میتون. سر از امروز سیل کن.
نستو یک مدیر اوغان داره و این مدیر اوغانش میگه مسعوده. اوغان پشمم حساب نمیکنه مسعوده. مسعود چی پشم است؟ دم قبرشونه نوشته که خدا بالا کرده بود در سر قبرش برو بیا برو بیا برو بیا به نام مقاومت زیر کمپل. چی میدانی که شبها چقدر در سر قبرش بشاشن که بشاشن که بشاشن. اعلان میکنم هر جوانی که در سر قبر مسعود شاشید قهرمان ملی افغانستان. این نسل جوگی و این نسل شنگری و این نسل کولابی باز اینها میایم که من اصلا و ابدا طرفدار طالب نیستم، اما اینها باز میگویند که طالبا پاکستانی هستن، از پاکستان آمدن. من زمانی که احمد شاه که لقب پاکستانیش را پاکستانیا انتخاب کردن برای اینکه کشور را خراب بکند، من شخصا چند سال پیش فهمیدم، بعد از فکر میکنم بعد از اینکه اسم برای او انتخاب شد شاید کمتر از 7 ماه گذشته بود از آن لقب که پاکستانی‌ها برای او انتخاب کردن که من با خبر شدم. اما من هموطنم، اگر برایت یعنی صبح تا شب میشیشتم برات میگفتم که لقب احمد شاه را که مسعود که به مسعود شهرت یافت، اگر من برایت صبح تا شب میگفتم که این لقب را پاکستانی ها انتخاب کردن، تو هرگز اصلا و ابدا باور نمیکردی. من منتظر بودم که از زبان خودش بیان بکند. روزی خواهد رسید که از زبان خودش گفتم اقرار بکند و من برای شما بیاورم که بفرمایید این شما و این سند. اکنون دیدید حقیقت را هر چقدر عمیق‌تر وقت شما دفن بکنید یک روز با قدرت ظاهر می شود. متوجه شدید؟ وقتی که حقیقت را دفن می کنید، دروغ را به مردم در افکار عمومی دروغ را می چینید، حقیقت باز اینگونه یک روز خودش ظاهر می شود و گپ می زند. دیدید؟ حالی من اکنون فقط من حیران هستم برای این نسل کولابی و نسل شنگری که اینها چطور طرفدارانشان اینا چطور سکته قلبی سکته مغزی نمیکنن از شرم و بی‌حیایی که کسی را که رهبر خطاب میکنه لقبشون را پاکستانی انتخاب کرد. کسی که جاسوسی میکرد برادرش او را رها کرد. خب چی میگوید اکنون؟ آیا من به شما دروغ میگویم؟ من هزاران تا سندهای دیگه دارم درباره تمام این کسایی که شما آن را رهبر خطاب میکنید و امیر خطاب میکنید. در هر ویدیو تک تک اینها را برای شما افشا خواهم کرد با سند. من تاریخ را ذره به ذره مطالعه کردم، ذره به ذره. این چنین نیست. باید بدانید که طرف مقابلتان کی است. هموطنان عزیزم لطفاً ویدیو را بفرستید برای پیش که مردم آگاه شود که مسعود لقبش پاکستانی بود. لقب مسعود که برای احمد شاه بود از کولاب آمده بود، لقبشان را پاکستانی انتخاب کرد و همچنان قهرمانی را برای ایشان آمریکایی ها دادن، تا جایی که ما میدانیم یک قهرمان همیشه از متن مردم ظاهر می شود.
و تمام ملیت ها و تمام مردم آن سرزمین قهرمانشان را دوست می‌دارد و او را قهرمان خطاب میکند. چرا ما قهرمان خطابش نمیکنیم؟ اکنون میفهمید چرا؟ چون که خودتان را فروختید، عزتتان را فروختید، ناموستان را فروختید. عبدالله، فهیم و قانونی رفتین اونجا و آمریکایی ها خودتان را فروختید، ماده ننگین را امضا کردید و آمدید و آمریکایی ها با شما نوشتن که فلانی قهرمان می باشد. خب این قهرمان از کی است؟ از متن مردم است؟ از متن من است؟ من امضا کردم؟ یا کدام هموطنم؟ کدامتون امضا کردید؟ کدامتون صادقانه بگویید کدامتون او را قبول دارید با جنایتی که کرده؟ بنویسید برای من.